حاجی براتون تعریف کنم خوابی که دیشب دیدم خیلی باحال بود. با بزرگم اومده بود تو خواب دنبالم، برگشت به من گفتش یه جای خیلی باحاله که با مامان بزرگت قرار میذاشتم میرفتیم اونجا با هم دیگه حال میکردیم، خوش میگذروندیم. یه سکویی بود دم یه صخره، خیلی ویو خوشگلی هم بود. ما اونجا میرفتیم نشستیم میشستیم هم یه اشغال میکردیم. بیا تو هم ببرم پسرم، گفتم بریم با بزرگ. بار بار پشت کوری و فلان و اینا رفتیم دیدیم حاجی خارش خواب. ببین چی بود، در اومدیم بغل یه جایی که پدافند بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ همون لحظه که رسیدم بگم اینجا چه جای قشنگی، اسرائیل موشک زد. بعد جتا اول اومد، بعد 2 تا ول داد خورد توی این چیزا، خورد توی این پدافندا. منم بغل پدافندا. بعد من رفتم روکش پدافند رو در آوردم، نشستم پشتش، تیربار